عکس حال چطور رفقا؟ خیلی خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدید. امروز اومدیم پارت دوم ریاکت به بهترین پلیر ایران، امیر کلاب، متین کلاب و علی کیلر رو فعلا آنلاین هستن. حالا بریم لایو امیر کلاب، لوا پلیر خوب ایران که از بهترین لوا پلیرهای لوکال. کلاب فریز هم میزنه. ترکیب چیزه بچه‌ها؟ ترکیب چی بود؟ ترکیب محمد پارسا، میگم محمد پارسا، ترکیب پارساس. میتونم بگم بهترین پلیر ایران حتی بعد از هادی از لحاظ رنکی. این سیزن قبلی یعنی تونست رنگ 28 گلوبال بزنه. رنگ 28 گلوبال خیلی حرفه دیگه. و یعنی انگار بعد هادی، چون هادی بهترین دابل پرنس پلیر گلوبال رنگ 9 لدر تنها ایرانیه که تونسته رنگ یه رقمی بزنه. حالا دیگه نمیدونم، شاید کسی دیگه هم هستن که من نمیشناسم. خب بریم سراغ گزارش بتل. لاوا به لاوا خورده ولی ترکیب حریف لاوا دستاز 3 اسپل دهن تو، فایر زپ، ارو زپ، فایر تیر. این دیگه چه سرطانیه. تاور ترید میشه این تیکه. معرفش داره زجه میزنه تاور نده و تاور رو داد بالاخره. پارت اولش رو بچه اگه ندید حتما ببینید. اونجا همین 3 نفر ریاکت رفتیم به اضافه لژندری کوین. بهترین ریاکت بود که تا الان گرفته بودم، ولی حالا اینم همونه، فقط پارت دومشه و دوباره همون 3 نفره. چون اون تیکه اولی دید تاور رو یه دونه اسکلت زنده مود 700 تا دمیج داد. وای ایناست که بده. خب اینجا یه دونه زب بزن امیر. خب نه حریفش زد. خب این یه اسکلت دراگ حله. خب دیگه حل نیست. بابا بگیر رو بالون پدسگ. نگیر رو بالون. یه بربر از وسط به اضافه گوبلین. خب اینجا یه دونه فریز زد. بربر رو بگیرید رو تاور. بربرا گرفتن رو تاور. خب حریف فایر داد ولی دمیج بسیار عالی به حریف داد و 1400 دمیج جلوتر. امیر کلاب در برای یاهای و تو لیگ 8 هم از فکر میکنم دارن بازی میکنن. هنوز نرسیده به حالا فیم. خب حریف لاوا از وسط بود و یا ابوالفضل وسط رو نگاه. بربر تکاملا دارن میرن که با یه اسارمی جمع کرد. بالون داره میره. بالون حریف فایر زد اون ور بربرش به نازمی فیز و داره حرفش زجه میزنه عملا. یه دونه است که داره این توف انداخت روی تاور و فعلا که بازی رو خیلی جلوه. ببینیم چی میشه. یه دوباره بربر و گوبلین از وسط. یه ارو بزن. خب ارو نداره. خب اروش رسید زد. بین آزم دارن میرن روی تاور کارتو. یه دونه بالون و جیجی بچه دیگه نمیتونه جمع کنه. فاین لا اله الا الله جمع کرد که خب فایر داره دیگه. دک 3 اسپل اینه. حالا 3 اسپل منظورم مثلا فایر رو بیاری، زب هم بیاری، مثلا تورنیدو بیاری، نه که فایر زب ارو. برو گم شو. و این حریف داره عملا زجه میزنه. بربر گرفته رو تاور. یکی یه دونه زد بربر تکامله جر میده. خب بالاخره گود گیم رو داد و بابا چه زجه ای میزنه این پدسگ. تمام جیجی. چه زجه ای بود این حریفش. خب لایو میایم بیرون میگه کی آنلاینه. خب میریم لایو علی کیلر، بهترین هوکساکل پلیر ایران بدون شک. خب خورده به ترکیب لاگ بیت. وای آجی داره میزنه لاگ بیتو. هو یه دونه رو بزن بنازم. هو یه دونه زد فایر سایکل. بازی و هنوز جلوه. 1000 تا دمیج جلوتره. 900 تا دمیج جلوتره. هوک سایکل بعدی چه سایکل مریضی داره میکنه علی کیلر. اینجا دونه لایک. چه حساس داره پیش میره بتل. چقدر حساس داره پیش میره بتل. خب دوباره هوگ بعدی چه سایکلی داره میکنه بنازم. خب این از پشت انداخته احساس میکنم. نه من توهمیم. خب فایرشو زد علی. بازی جلوه باید فقط سایکل کنه. هوک سمت اون نمیره. هو یه دونه رو بزن و جی یه دونه فایربال دیگه جمع دانسه کار و فایرش هم نرسید علی جی.
ترکیب زد اینجوری بزنه. حالا با اینفرنو که میدونم خیلی زده، حالا با تسلا رو نمیدونم ولی فکر میکنم زد دیگه. کلا لاگ بیت زده اوکسایکل. خب بریم لایو متین کلاب و خورده به امیر، طرف ایرانیه و فکر نمیکنم او از کلن تیار بی امیره. حال نمیده این بتلاجشون، جفت طرف ایرانیه. حریفش فکر کنم گریو آره حریفش گریوه. نه چیزه لامبرلونه نمیدونم، یا گریو احتمالا لامبرلونه. آره لامبرلون فریزه و این مچه با حال نمیده، زیاد حال نمیده چون جفت طرف ایرانیه. خب اینور کلکتور داره دم اینجا خوبی میده. خب بچه حال نمیده، من لایو میام بیرون، جفت طرف ایرانیان بازی اون حال نمیده. خب حالا بگذاریم بریم لایو امیر کلاب با رنگ 429. این سیزن یه منفی بد زد. خب اینم دوباره لامبرلون حریفش و اگه منفی نمیزد این سیزن میتونست یه رنگ تاپ 100 حداقل ثبت بکنه، ولی یه منفی بد زد. اینگر سیزن قبلی از 3000 اومد هلوش 2500 2600 و منفی جبران کرد ولی نتونست دیگه مثلا بیشترش کنه. و هم خورده به ترکیب لامبرلون. فقط طرف به جای چی لاگ آورده؟ لاگ نداشت اونجا من میدونم. کارت آخرش هم احتمالا فریزه دیگه، اصلا فریزه. خب بازی جلو امیر کینگ تاور نگاه چه دمیجی داده به نازم. خب یه دونه لاوا میره جلوی داره دو طرفه میزنه حریفو. اون برای یه دونه فریز بزن. خب به نازم الکتراک. خب تورنیدو کشید حریف. آجه حریف خیلی زده ناموسن. خب این یه دونه گوبلین دانس کار جمعه. خب ببینیم چی میشه این بتل. فعلا که بازی خیلی جلوی امیر. اونور کینگ تاور رو نصفه کرده اچ پی شو و خب یه بربر تکامل با یه دونه بالون از وسط، نمیگم وسط از کنار، یعنی میره واسه کینگ تاور. خب بالون داره میره، بالون فریز بنازم فریز اون یه دونه چیز گرفته روی تاور. خب حریفم فریز زد. چه دمیجی داد بنازم بابا. 1500 دمیج داد و 1500 دیگه موند. احتمالاً بازی ببره. حریفش عمدن نمیتونه یه لامبرلون بکنه، حریفشو کرده توی قوطی، حریفش نمیتونه یه لامبرلون کنه. خب لاوا رو رفته. خب یه دونه بالون هم میره. بذار از این نوتیفیکیشن ها رو ببندم مزاحم نشوید. خب بریم تو دانس بتل. واجی حریف زده بنام خیلی هم زده. البته چون فریز داره امیر نمیشه گفت فول زده ولی زده دیگه، چون هم تورنیدو داره هم الکتراک داره و هم اینفردراک و هم فریز. و الان حریف عملا هیچ گوهی نمیتونه بخوره، حتی یه لامبرلون هم نمیتونه بکنه و یه فریز قشنگ زد. حریف هم تورنیدو کشید. خب بولیا دارن مفبری میکنن. آجی 5 تا الکتراک. خب حریفش فکر کنم میخواد لامبرلون. نه نمیدونم. بنازم یعنی پیش بینی مولایی. خب اوکیه، فقط فریزش کن. بنازم یه فریز قشنگ. حریفش رید با این فریز کردنش و بازی رو برده عملا. امیر 6 ثانیه 5 ثانیه 4 ثانیه. خب بازی رو برد امیر. خب میایم بیرون. 1400 تا دمیج بود برد. و تا این ویدیو قبلی هم 22 دقیقه بود، ویدیو طولانی. ویدیو هم سعی میکنم اون 17 دقیقه بگیرم. خب طرف رنگ 61 لدر داره عمر تو لدر زیاده بچه ها. اسم عمر حتی فکر کنم یه پلیر هم هست که رنگ 1 داره، ولی خب اون بربره گرفته رو تاور خورد بابا بنازم 1000 تا دمیج داره. یه دونه بربر با اچ پی نصفه تکامل. خب حرفش ایکسپو ترکیبش تو آرچر همین متای همین سیزن در برابر متین کلاب با ترکیب چی اسمشو بذاریم. خب اکسیر گولم با بربر و کلکتور.
خب فینکس همین بود. خب اما ریج دل الکی بود، شاید به خاطر سایکل کردن بود. حریفش اونجا فایر زد روی کلکتور و الان فرم از تخم در نمیاد. در بیا بهن آزم بابا، چه دمیجی داد به حریفش. البته حریف 50 که نه، فکر کنم ضد امیر، ولی چون فایر داره نمیدونم، فایر لاگ داره نمیدونم، ولی احساس میکنم امیر ضده. چرا؟ چون با تو خب نه، به اینم میتونید دقت کنید. چرا؟ چون حریف 2 بیلدینگ داره و راحت میتونه ترکیب امیر رو اسکل کنه. میگم امیر متین، من چرا اشتباه میگم؟ خب حریف که اینشو اکتیو کرد. صدام نازک شده لازم. خب بریم دفاع رو دایورت، نه فکر کردم دفاع رو ول کرد. خب یه دونه بربر تکامل از وسط انداخت، 2 برن این ور 3 برن اونور. یه دونه فینکس از وسط داره راش سگی میده، یه الکتراگ هم بنداز پشتش، اونا از تخم در آورد. وای بنازم از تخم در اومد. آجی گلوم گرفته. اونور الکتراگ داره میره، اونور چسبیده به تاور الکتراگ و این ور جی بچه بازی برد. که حریفش اینو نمیتونه جمع کنه. 100 تا فایرم بزنی ریدی حریف با این بازی کردنت. خب چه دمیجی داد، 700 تا فکر کنم تاورش بره. نه خب به نظرم هیله نه نمیذاره بچسبه به تاور، ولی باید شل کنه حریف، چون اصلا دمیج آنچنانی نتونسته بده به تاورهای متین و حالا ایکس باش گرفت رو تاور، ولی خب اومد نمیتونه دمیج بده. تورنیدو هم کشید، نمیخواست، نیازی نبود. ولی خب حریف ساکت که جایی داریم بربرد وسط برو. خب نه چیز رفت ایگولم یا همون اکسیر گولم، حریفش تسلا رو بعد جایی انداخت، باید میکشید وسط میروارو و این کارش اشتباه بود. الان میرسم به تاور و جی بازی رو خیلی مشتی زد، جیر داد حریفشو. فعلا 12 دقیقه شده ویدیو میگیریم، تا 17 دقیقه میگیریم. خب این هم کانال شدن ایرانی نیستن، این طرف که کاپ نوکا زده، پلیر خوبیه، 100 تا کلاسیک زده، تا 20 تا گرن زده، پلیر خوبیه، ولی خب رنگ نداره. اومدیم لیو علی کیلر ترکیب هوک سایکل خورده به ترکیب چیز بچه آرجی، فقط آرجی تکامل نیست، این کسخل برداشته چیز رو تکامل داده، چی اسمش، بربریانو. خب وقتی طرف دکد آرجیه باید آرجی تو تکامل بدی، نه بربرو. خب جای هوک سایکل میکنه. خب ایناست که بعد خلاصه ماسک بعدی سایکل شد. چه سایکل مریضی داره میکنه علی کیلر. خب اینجا داستانی خورده خطریه، خیلی هم داستان خطریه. نه اوکی، دانس کار جمعه. چه دفاعی کرد و بازی رو فعلا جلوه. حریفش هم داره سایکل میکنه، همینجور فرد و فرد آرجی میفرسته. حالا خدا رو شکر شانس آوردیم بازی برد، شانس آوردیم که آرجیش تکامل نیست، وگرنه الان دهنمون سرویس، این دهن علی کیلر، چون میدونین یه دونه آرجی از این ور تکاملش از اون ور، دوباره تکامل از این ور آرجی از اون ور. حالا این بربر رو کرده بود. خب بازی رو برد حاجی، همه دارن میذارن حریفاشونو. خب بریم لایو امیر کلاب بنازم. خب لاوا فرست پلیر رفته بوله، دوباره فکر میکنه همون لامبرلونه. لامبرلون خب باف که نشده، چرا همون لامبرلونه؟ نمیدونم، شاید هم چیز باشه، گریو باشه، شاید اصلا دستات باشه، نمیدونم، هنوزم نمیدونم چیه دک حریف. ولی بچه فکر میکنم همین چیزه، همین اسپلش یارده، ولی خب با چیزی دیگه، با بولیه. احتمال همون گریوه. آره همون احتمال 90% گریوه. اون اسکیت دراگو گرفتن روی تاور. آره گریو. خب ولی فریز قشنگی کرد و لاپاپا گرفتن روی تاور رو. بنازم بابا دمیجو، بنازم دمیجو. خب نایت تکامل هم بچه بد سرطانیه ها، اصلا نمیمیره. این اسپارکی باید 10 تا ضربه بهش بزنه.
خب بولیو از ته رفت. امیرم یه دونه لاوا فرست پلی که لاوا رو میره از ته امیر. خب یه دونه اینفردراگ آیس ویزشو میفرسته حریف. خب فینکسشو فرستاد. اینجا یه دونه فریز هم زد حریفش. یه دونه بربر جمعه. آجون آیس ویزو نگاه چقدر سوپره به ولا. بدبختی لاوا 1 ساعت لب پل واسطاده چون فریز شده و اون نمیذاره بیاد جلوتر. اونا رو از تخم در نیاد که نه. اوکی خب بالون رو رفت. چه سایکلی داره میکنه حریفش حاجی. تیرم زد بیافت دیگه بابا. نمیزنه آقا تا اون آیسی زاره هست مگه بالون ضربه میزنه. این ورم بوله یه دونه زد. خب اینفردراگ رفت. خب اینجا یه لاوا دیگه از ته. اون ور میخواد گریو بندازه. وای کاشکی نمیذاشتی بیا تو مپ، تو آرنا، تو مپ، تو هر چی میگی شما. خب رید به حریفش علنا حریفش این حمله که الان میرم تا برشو میگیرم لاوا انداخته ولی رید و اون ور من داره میره. نزن اون ور رو. او چقدر سوپر بوم تاور از این سمت مپ داره اون ور رو میزنه. خب حریفش هم فریز زد. نه این امیر فریز زد. اشتباه گرفتم. بالون یه دونه رو نزد. بالون هم نزد یه دونه رو و دمیج عالی. اصلا دمیج اونچنانی نخورده. 600 تا کلن 400 تا این ور دمیج خورده. 200 هم اون ور. این من با بربر جمع اینجا دونه ارو لایک تیر هر چی داری بزن. فریز زد. گذاشت همه اسکلتو بیان بیرون بعد فریز زد. و این یه دونه لاوا اگه اکسیر داری برو که نداره. لاوا فرست پلی. حاجی من زبون افتاده این تیکی فرست پلی. دوباره لاوا از تا این فردا گرفته روی نایت. تعریف منشو نایتشو بندازه. خب با این حمله احتمال حریف به بازه هست. خب آیسیشو میفرسته حریف. خب بالونو پشتش رفت. فریز کرد حریفش. چه فریز خوبی نکرد. خب الان بد نزد بیاد تو زمین. نایت البته فکر نکرد. فکر کنم میخواد گرفت بندازه که نه. اون بگیره رو تاور دهنت سرویس امیر. وای مپو نگاه جیجی بچه بازی برد. اون همه نیرو باید با لا اله الا الله همشونو جمع کرد که علی 9 تا دونه اچ پی مونده. بنازم میگه فریز بزن رو تاور و جیجی. فریز بزن دیگه بنازم که راه حریفشو زد. خب رفقا مرسی که ویدیو تا آخر تماشا کردید. دوستتون دارم خیلی خیلی زیاد. تا ویدیو بعدی فعلا یا حق.